مسی برای بارسلونا 673 تا گل به ثمر رسوند، ولی تا حالا آخرین گلش رو دیده بودی؟ با 170 سانت قد بین دو تا دفاع 190 سانتی بلند شد و سر زد. قضیه جایی عجیب میشه که رونالدو هم آخرین گلش رو برای رئالیا با ضربه سر زده. انگار این دو تا اسطوره عهد کردن تو همه چیز با هم رقابت کنن. ولی دلم بدجوری برای سوارز میسوزه، چون یه عمر با گلای مهمش تو ذهن بارسایی خاطره سازی کرد، اما فوتبال خیلی باهاش بد کرد، چون وقتی حرف از آخرین گلش میشه همه یاد بازی میافتن که بایرنیا در جواب گلش با 8 تا گل تحقیرش کردن. شاید دوران حرفه‌ای این بازیکن‌ها قشنگتر از یکی مثل بنزما باشه، اما قطعاً پایان داستان حاجی از تموم این ستاره ها قشنگتر بود، چون کریم تنها کسی بود که میدونست این قرار آخرین گلش برای تیمی که عاشقشه باشه.